قیامت ها بیزارم تو چکو کس توی خیلی بفرمو بر پدرش ایجا تو قیامت ها نالد این پدر نداره تمام اوزم قاید بفرما برادر تو یک 20 minut پیش گپ زدم قاید جمشید گپ زدم نمرو ماما ترا فردو داگیم جمشید افتشون دگی جو فردودی دا واتساپت نخواه اگه چی بنویس من اگه جو میدم در این روز به خدا همین واتساپ مموندم تلفنم کار نمینه دیگه این تلفن پراستو کار نمیکردین در این 1000 رودن به خدا زنگت میزنه می نویسم به خدا چند صفحه نیپراچیت نیه بخدوی تای ناو کی زیق میشم ناو کی طرفدار رحمون کی زیق میشم نومی رحمون فناگ التیموس تمام تمام برادر عزیز یه بار دیگه بنویس برادر عزیز یگان 100 پلوسای نه 100 پلوسای بنویس بعد نمبر جمشید هم قاید میدم مایل یا که نمبر 900 پلوس جمشید نه 900 پلوس می نویسم تمام تمام بله سلامت باشین برادرو خب تشکر سلامت باش خوش مبارزی رای حق اینه برادر سلام بار که آوازات که چخیلن سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته با مبارزان این بچه خوشحالیم که شده شما رو میبینیم اکای جمشید اکای عبدالله به حد خوشحالیم سربلند باشیم ما نو همی چی همی اکای الماز دیدیم مثال به حد خواستیم که در همی حزب همی اکای ما هم سهمی خودمون بگذاریم ما هم در همی حزب داخل شویم استعفا رامونов ما نمیخوایم که دیگه دایی چی باشه ما میخوایم که ترا کирпич نبریم زمین ما رو برگردون رامونов یک بار دیگه استعفا رامونов تشکر استاد من نو همیش چی نام داره خیلی که شما فرمودین نام و نسب مثال امضا و چی همشه روی کردم تشکر انشالله که به رسمیت میشناسم به قریبی انشاءالله رحمان تشکر زیاد کجا کی بود با خب این برادر و فیلم بیام خودت از سیاست سخن بتیم باور که چند باشید میای یا آوازت نیست یا اینترنت همین کمی هست همین برادر ضعیفه سلام علیکم و رحمت الله برکاته برادر داخلش صحبت کنین اینترنت همین برادر ضعیفه سلام علیکم اینجا که دیگه برادر محمد بفرمو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام دو سوال دارم ممکنه بتون بیا شوانه یکم سوالم اکای عبدالله ده السلام علیکم اکای جان سازی خوبی تنجی کارات ساز میخواستم فهمیدن از شما اما کلمه چی را ده مقصد خواهی ملت میتونی تلگرام ماده یا که نوم تلفنی ماده بنویسی سوالوی سوال افشه مقصد میتونه که فرق برای نداره که مثال که روی برنامه نیستم ما هم چی هستم روی برنامه الماس است میتونی که به الماس سوال بی برادر اگر که الماس از برای همین چیزی من همچون یک مورد تو در اومدگی هستم مثال که از برای همین روی برنامه برادر گپ نیست که اگر دیگه سوال میتونیم اکو یا سوال ده مقصد شما را چی مجبور کرد که برای بهبودی من برای بهبودی برادران خستن اینامی مو دفاع کردین وقتی که ما خود خوبیم ده مقصد میبروین ایرش من دفاع میکنین میبروین ایسویت من دفاع میکنین شما را چی مجبور کرد اکو همین را میخواستم فرق نداره اکای جمشید جواب میده یا اکای الماس یا اکای عبدالله همچنین برادر مسلمان ده ای خواهر من دفاع میکنین جمشید اکا بگو نظر شو بگو با من میگم اکا جواب ده بیا برادر یک کوتاه بگی برادر عزیزم منطقی کرات که هست برادر همین سرش بزن برو تمام بیا نه درست است یک چیزی که است که مثالی که می درویم برای الماس
کمک کردن، مثل دیگه برای الماس برنامه کمتر دستگیری کردن و در آینده مثل دیگه آهسته بعد چند برنامه الماس خودش مثل دیگه رنگ ما تیزتر گپ میزدگی میشود. از برای همین خوب میشود که هر سوال چند قدری که میتونی خود جواب دی، ما میتونیم که باید بعد مکملتر کنیم، نه باید کاملتر کنیم، پرتر کنیم. اکا گوش که اکا عبدالله سوال به هممون بود، نه که همه الماس ما طرفدار هستیم جواب گردن. اکا شما دینی هم بس برادر عزیز باشه دقیقه 2 دقیقه برادر از امیر منطقی جواب شب گردم، بعدا من جواب دارم برادر عزیز. شما دینی ما دنیوی بیا برادر به اعتراف که دین اوله بفرمایید. یک چیزی که است که الله سبحانه و تعالی میگوید که در قرآن مسلمان برادر مسلمان است. از برای همین هر مصیبت مشکلاتی که بالای یک مسلمان هست باید دیگر مسلمان چیکار کند؟ باید او را حس کند، درک کند و به مشکلات یک برادرش بی‌طرف نباشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که یک مسلمان از ناموس یک برادر مسلمان اگر که حمایت کند، الله سبحانه و تعالی روز قیامت او را از آتش دوزخ حمایت میکند. از برای همین امروز آن چیزی که هست در جامعه تاجیکستان، این مشکلاتی البته شخصی من نیست، این مشکلات دینی است، مشکلات برادری است، مشکلات جامعه تاجیکستان است. همچون یک فرد مسلمان من وظیفه طلب نیستم، به الله قسم. نه زمین لازم است در تاجیکستان، نه خانه 2 اتاژه یا 10 اتاژه لازم است، نه یک گویم که منصب یا یک بایگری لازم است. هیچ چیزی لازمی نیست. یک چیزی که من میخواهم عزت، شرف، ناموس برادران، خواهران مسلمان چی شود؟ رعایت کرده شود، حمایت کرده شود. هر جایی که یک زن مسلمه روبروی مشکلات می شود، باید که او مشکلات از جانب حاکمیت چی شود؟ حل شود، نه اینکه از جانب مهاجران سوم جنگ کنند او مسلمه را کمک کنند. یا که یک برادر مسلمان برای مهاجرت آمد برای زندگیش بهبود کردن، یا که اقتصاد از همون مهنتی که او کار میکند او فایده برای چی؟ برای اقتصاد تاجیکستان، برای مردم تاجیکستان. هر 10 روبل هم اگر که فرستد به همون 10 روبل خانگیاش میگیرن، میرون چیکار میکنن؟ نان میخرن. بعض مغازه‌چی یک فایده خودش را میگیرد، میرود از جایی که آرد خرید به او میدهد، اون هم یک فایده خودش را میگیرد، تا میبینیم که چند نفرها از همون 10 روبل فایده میگیرند. کلا من میگویم که وقتی که ما میبینیم که هزارها تا امروز جوانان تاجیک مردن، هزار خواهران تاجیک در غریبی مردن، برای چی؟ برای 6 ساتق یا 5 ساتق صاحب زمین شدن، برای 5 ساتق یا 6 ساتق صاحب زمین شده برای خانه بنیاد کردن. یا که برادران ما 10 سال در مهاجرت هستند، نه مهری پدر است، نه مهری مادر، نه مهری فرزند، نه مهری زن، نه در مرده پدر و مادر هستند، در غریبی هستند، در مشکلات، در وزنینی. این چیزها سبب شد که کلا شخصا من به همین راه بر اومدم که مسلمانان به همون عزتی که داشتن، آبرو و شرف، ناموسی که داشتن و مردی، جسارتی که داشتن، به او جسارت و به او ناموسشون برگردانند و از حق خود دفاع میکردگی شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که شهید شهدا حمزه و اون نفری که مقابل پادشاه ظالم ایستاد می شود و سخن حق را میگوید و کشته می شود. این وظیفه است که مرد مسلمان چیکار کند؟ همه وقت آن چیزی که حق را میبیند باید که گوید حق است. وقتی که باطل یک ظلم را میبیند با دستش من کند، با دستش نمیتواند با سخن من کند، یا که در قلبش گوید که این چیز حرام است، ظلم است. در او وقت انسان در او ضعیفترین ایمان است. از برای همین امروز که ما قوت نداریم، قدرت نداریم که این ظلم هایی که بالای مردم تاجیکستان هست او را با دست چیکار کنیم؟ من کنیم. لیکن ما میتوانیم که با سخن گوییم که این ظلم است، ظلم بالای کل مردم است. برای چی؟
یک نفر میبراید میگوید که اینقدر آبادی است خوب. چی 10 میلیون تاجیک، یک انسان در 10 میلیون تاجیک در 30 سال یک تاجیک تربیه کرده نتونستیم که مری دوشنبه شود. اینقدر 10 میلیون تاجیک یک کادر نداریم که از عائله رحمانوف نباشد، یا که 10 میلیون تاجیک ما یک کادر نداریم که رئیس جمهوری تاجیکستان شود. البته این چی است؟ این ناعدالتی است نسبتی مردم را پس شماریدن است. از برای همین وقتی که ما میگوییم که دفاع از مردم، نه از خانم، نه از پدر و مادر، نه از فرزند، دفاع از مردم. فردا باز میگویم که همه رفتن، فرعون ها رفتن، پیامبر ها رفتن، ما هم میرویم. لیکن من همچون یک شخصی، فردی مسلمان و فرزند فارس و فرزند تاجیک، من نمیخواهم که فرزندان ما که بعد از ما می آیند گویم که یک انسان های لاغر باشند، ترسانچک باشند، انسان های ضعیف باشند. من میخواهم که فرزندان ما چه خیلی که بابا کلانای ما بودند که اونها را باسمچی گفت روز، و تا امروز همچون اونهایی که زمین مردشان را حمایه کردند ما اونها را باسمچی گفته میشماریم. اونها مردهای شجاع بودند که مقابل دولت روس جنگیدند، نخواستند که زمینشان را دولت روس اشغال کند و زنها را چکار کند؟ غلام روس کند، مردها را غلام روس کند. اونها باباهای ما بودند و با شجاعت بودند. من میخواهم که مردان تاجیک مسلمان با شجاعت باشد، مرد باشد، از ناموس از هر جایی که باشد حمایه کند. من این چیز میخواهم. از برای همین برآمدیم به همین راه و انشاءالله. خب یا که عبدالله برادر عزیز گوش کیسه هم برادر سوال داگی بود. سوال منطقی درست میگه. اما زمجا هسته الماس. شما که بگم چه فکر نظرتون؟ بله، من برای چی گفتم برادر؟ برای که دین اول میسته. ما یک سغره دنیایی، ما یک قشلاق در کلانجان پولیش خربز اسبقتی من خیز نکنم. من چی میبینم برای چی همی کارم برو آمدم دفاع میکنم حق خواهرام، مادر و برادرام. من هم میبینم که وقتی که من خارج بگیم سفر کردم آمدم زندگی ما مقصد مستحکم کنم در برابر با خانمون خوب کنم، در برابر اوجا با ایجا خوب شد، بازم الله را شکر خوب شد. خب اومدم ای کوارتر خانه زمینی بفهمی همه ای وقت مهنت پول در تای پا ماشین هم زندگی شیبا شکمی زنی ما سیر لباسش گرم کودکی مرا مقصد زندگیش خوب یا خواهر یا اپرا ناموسش دا رحمانوف رسیده سای نکه نانی خوردن ندارن. ای پروس ما شما را پاپاتسانس میفهمونم که این نمیجه دا ما لکای طرف دوزخ تا انتخاب کسامو پیش پروردگار با سر بلندنه. من انمی قفام میدونم به اینستاگرام منفته کیخد پرچوگان 4 تا دز دوماده امروز نه توجیکی را سوز گابزا میتونین نه یا مثلا فرش مش شپالوق دورین 4 دیوانه اومدن مایزده الکش تو چیکو کدیسی خطی ملتی ما نمیفهمی با خوبی بعد دیگه خیلی میفهمونیم. برآمدم امروز دارم برای برادر روز شدم گفتم نمیشه وای خیلی برای چی خونه یک از ظلمای سیتمای خونه ما تینجای 1000 بارا مسافت پدرم بودن بای مسئله بای کن فقط خب کنه نکنه گپ نزنه. آخه ما به همون وظیفه دادن تام ظالم من یافتم ای خارج زندگی خونه من خوب کردم برنام ساختم. خب ما در اینترس یا مال و سہولت چیزی که میتی ما در اینترس خونه ما رو دادانی ایمو 3 خونه بالا بیوزن 3-4 کودکش خطی یک پتینکر فرزندی که حالش میپوشه تا مکتب میره میا بعد یایو میا این دیگرش میپوشه بعد عبید میره تا اون اوجا را برا تامین که تا نیاد مغزی مرا با طریق پدری من نشو. من این راه برادر عزیز ناموسم نگذاش که فهمیدی بگذار ناموس یک خواهر مادر پایمالش هم خونه ما را برا رحمانوف بکنه همونجا هم ناموس ما پایمالش. برای چی؟ برای که ناموسی هم خواهر همسایه بود زن هم ناموسی ما بود همون یا برادر مرا زنش بود یا خواهر هم قشلاقی ما بود برای خونه ما را هم به ناموس دیوس که حرام که رحمانوف با این عقیده با همین فکر برآمدم به یگام دین به یگام چی برادر عزیز
همین که عقلی خودم گرفت این جواب برادر عزیز اگر خونه شدی شید ما دنیا جواب دادم نشدی برادر عزیز بخش باشم همین قیلم قصوا دور ما دیگه ندارم اید زیاد تشکر زیاد جمشید. منم میخوام کم ترک ایلوا کنم. برادر عزیز من ظلم در خن پوستی خودم دیدم. مثال من رحمانوف این رژیم ظلم کرده گیای اکنه میخوام دیگه نمبر کنم به همین خاطر دیگه این قیس صدم نشید برای که نمیشوده به این حکمت یگان بگیم که کنترک ببندی که برای زندگی کنی دیگه آدمو مقصد در ظلم باشن تا زندگیت خوب باشه. به خدا برای من این پیشنهاد بود. من وقتی که برآمدم گفتم که مرگ به خوینه و این وای مردم گفتن که این کراچی چاپلوس ای خیلی برادر عزیز دیگه کنیده من چی میگم من هم حکمتی ها رو همی گفت گفتم نگه کنیده گفتم حکمتی ها من میگردم میرم تاجیکستان یگان گپ نیست من میگردم میرم شما من جای کار میتیم مسجد نوی میکنه کم اوی میکنه هم 100% در تاجیکستان جای کار نیست. من 6 تا فرزند دارم کودکای مرا که میخرونم جای کار نیست. با روسیه نه با روسیه اومدم با همین اینترنت نه با همین مخالفا با اومدم یه بار دیگه خطی مخالفا کوشیدم همین ای 2 بار خواهیم بدن ده یه بار کنکرت خواهیم باشی خوب نیسته یا که بزنم نابودم کنه یا که میزنم نابود میکنم میرم جاتون میگیرم. این هم خیلی بهترین سوالا ما گرفتم همون چیخی که عطفه جدا تیسته بودم اما عطفه ما گرفتم از رحمت کلان هستونده ما همچون یا برادر مسلمان دوستان میدارم از برای الله میشه جمشید همون کانالتون در چوتا پروگرام ها کم شد جدا داریم پروگرام ها را خیلی سوال بسیار دارم اینه که اینجا خیلی وقت شما را بسیار نگیرم با دو دیگه تشکر زیاد برادر عزیز. منم که تا 10-15 دقیقه دیگه هم برای که 4 ساعت چیده شده برنامه را انشالله که هم قبولشون میکنه و خداحافظی میکنیم نصیب کرده باشه. انشالله که هم برنامه شما هست که مقصد ما جوانو ای خوبی غفلت خسته استیم مقصد یا سفیدی شاعری یا چه استیم نه مقصد جدو که استیم ده کدام طرف حق است کدام طرف ناحق هم برنامه شما بود که مقصد ما خوبی غفلت. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامتی و سربلندی برای اهل بیتت. انشالله که با وقت که باشه یکم وقت برادر صحبت میکنیم. خدا شما راضی باشه. زنده باشه برادر. بله هزار رحمت کلام. تشکر. احمد جان ناصیروف سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید برادر. همین اکا عبدالله جوشی همینجا این است. همون در سوال داشتیم ده. سلام علیکم اکا عبدالله. اکا عبدالله همین شما که خیلی خوری بچه میتونین یک سخن میکردم شما ده. نه من خوری نیستم برادر. من تو همین رنگی تو مسلمان هستم اگر مسلمان باشی. اگر که همین یک فعل دکه عبدالله در بین مردم برادر فیتا اگر تو مسلمان باشی تو برادر در بین همین جمعیت میای بهترین گپونه که ده خجو فتنه میپرتوی که در کار نیست که تو اگر مسلمان باشی تو چی بر نداری هم صبر که یا که خطاقه در میدان همین زندگی اسلامی خطاقه منی اکا خفا نکن مردم نش نزا وجود دیم آدمای صبور باش برادری عزیز من برادر گفتم میفهمی چی میگه دقیقه برادری عزیز من سخنی مرا گوش کنید یه مینوت من همه اکا عبدالله سخن دارم با تمام وقتون رو از برتون بکنی اکا عبدالله این همه اکا همه آدم میره که پدر مادرش نبخششه همون چخیل که همون چخیل میشه و اینمی وقتی که پدر مادر در یک روزی نیسته بهشت میره و همون آدم همون نظر روی یا دقیقه به هم سوال کی بکنم یک چیزی که هست که الله میگه که
اطاعت کنید ای ایمان آوردگان، اطاعت کنید به الله، به پیامبر و به پدر و مادرتان در معامله خوب باشید. خب اگر که انسان به الله اطاعت نکند و به پیامبر اطاعت نکند و روزگی پدر و مادرش رو کوبد، او صاحب جنت نمیشه. برای چی؟ کدام آدمی که روزگی پدر و مادر نداره او صاحب جنت نمیشه؟ نه، کدام نفری که الله رو راضی نکند بعدی پیامبرش رو، فهمو اون چیزی که پیامبر طلب کرده است، و پدر و مادرش رو اگر راضی نکند، معامله خوب نداشته باشد، با پدر و مادر راضی نباشد، البته اونها چی؟ صاحب جنت نمیشه. گمراه گشتگان. لیکن مسئله این است که یک نفر میبراید از اسلام دفاع میکند، از عدالت دفاع میکند و مقابل ظلم است. پدر و مادرش میگوید که نکن این کار رو، بهترش یک برده نان خوک و آرامی سر به مشکلی است. در این حالت این نفر میگوید که پدر و مادر، همه آن چیزی که وظیفه‌ای که الله به دوش من گذاشته است نسبت شما کرده ایستادم، معامله خوب، آن چیزی که کمکی که از دستم می آید نسبت شما و مالی کمک کرده ایستادم. لیکن همچون یک نفر من نمیتوانم که صبر کنم مقابل ظلم نسبت دیگر انسان ها. و در همین حالت پدر و مادر گوید که نه، تو باید صبر کنی، اون نفر در این حالت باید صبر نکند. اما لیکن در دیگر حالت اگر که مال صاحب مال و ملک است، نه، لیکن با پدر و مادرش معامله خوب نمی کند، خدمتی پدر و مادر نمی کند، البته که اون نفر چی؟ او جنت نمی بیند. حتی که الله میگوید که پدر و مادر میگوید نصرانی باشد، میگوید او که غیر دین باشد، میگوید با اونها معامله خوب کنید، میگوید الله. حتی که پدر و مادرتان کافر باشد، هم شما مسلمان باشد، اگر به اطاعت به عبادت من پدر و مادرت مانع شود، گپی پدر و مادرت را نگیر و مرا عبادت کن، لیکن از این دنیا پدر و مادرت را در حالت بهترین به دنیای فانی چیکار کن؟ گسیل کن. فهمو؟ حتی که به پدر و مادر کافر معامله خوب را الله طلب میکنه. از برای همین من میگویم که اگر که در بالای پدر و مادر ظلم نشده باشد و اونها با مجبوری نگفته باشند که فرزندم را آخ کردم و غیره، مثالی که از فرزندم دست کشیدم، در این حالت اگر که ظلم باشد، البته که آن چیزی که در قلب‌های اونها هست به الله آگاه است. لیکن یک فرزند صاحب مال و ملک است، از قفای مال و ملکش می شود و پدر و مادرش که پیر شد از اونها دست می کشد و البته که در دنیا هم خور می شود این گونه فرزند و در آخرت هم این گونه جواب. سلام علیکم. اکا عبدالله همیشه ما چی داشتیم که در همه تاجیکستان در گجوش مقصد ظلم شما برای ظلم میگین، مقصد ظلم در کجا کدگین، کی را ظلم کدگین در تاجیکستان؟ ما همین قدر نه. سلام علیکم. نه عبدالله برادر دینی شده، برادر میدونش بیست مرا بو کی یا دقیقه باش برادر عزیز، اما که محمد گم میزنی مرا بو کی بهترین وقت داده مکه عبدالله گوش کنیم. همه رحمان فضلی میدونی که نمیدونی؟ چی با بدونم؟ برای کی؟ رحمان بیستک تی خب دم گب وابشه نزا تمام چی با بدانم این برادر که فهمون گوش که رحمانوف همون کسی هسته که نه بیست کسی هسته که خواهرکان برم در پیش ما تنی برهنه هر مینوت ما میشنویم. بیایم برام گپ زنیم زریب متیور شید ده باشید. اکا جمشید به ما میره سوالش جواب بده. میگه چی ظلمی امور دیدی؟ ما 2 هفته پیش یا 1.5 هفته پیش دودر خدمت پاسپورت تاجیکی کردم، 1000 سومونی ما رسخور کردگیم. در کجا تو میگیرم؟
این ظلم نیست؟ بابا هیچ گپ وایس توخ ما نفهمیدیم که قطعی گپ زیسیم و که محمد گپ زد خاگن برادر عزیز علیکم اوضاع میره بلند گپ زد خیلی غروری همین توجیکی بیو که گازش بده من گاز نمیتیم ولی سلام علیکم اوضاع میره او بهترین اکا شيء تمام السلام عليكم علم جان دوملو عبدالله ای برو خان جمشید جان نه آدمایی که از همین بچه که گفت ما دوملو را شهر میتیم در تو ظلمن مادرای ما وقتی که می براین آق میکنن ظلم شو میکنن اینا ای دیل جان ای وای نمیگن که ما شما را آق میکنن فهمید ای دیل چیوای خودشون نمیگن یک بعد که در تاجیکستان صدها پدر پسر و دخترها میکنن که دست به کروبس میزنن چرا که یک پدر مادر نمیبره آقشون در دزدی آق نمیکنن فقط در کار خیر در راه خدا باید که پدر مادر این همش ظلم است ظلم که در یگان ظلم نیست ظلم نیست های مرا گوش کو ظلم ظلم مرا گوش کو نقش ایرا میتونه بروره وقت نکنه ایرا برو برفت براش گفتی برفت بله بعد با این یک وقت آخر نگاه کرده شد که دینا بود بلوگیرای همون برآمدگی مثلا با مقابل مخالفان بسیار گپای پست بلند زده شدن هر کاری به ترتیبی کرده شدن حقارت اینو و همه امروز برنامه یا بلوگیف است یا تختریش ابو جهل و برنامه‌اش گوش کردم همین امروز یا ویدیو رو یک انسان کریستیانی قبول کرده بوده است برای که زنش امریکایی بوده امریکان بوده است این انسان توجیک با خاطر زنش دین وی را قبول کرده خب این برمت خیلی وای کرد بعد همینجا خیر با دین کریستیانی کرد کریستیانی ها همه وارد جهنم میشه من سخن من به همه کمیته رسیه FSB MVD پروکراتور فعالیت همین انسان را ببینه که همین در آب و نمک شما را که رمضان که رسیه را میخوره نون شما را میخوره پول شما را میگیره زندگی را پیش میبره اما شما را دوزخی گفت حتی پوتین شما میگه خریستانو شما همه دوزخی فقط همه بهش میروند این مسلمانی ها بله ما را این را میگه نه که تو حق داری که پوبلیش نده دولت دموکراسی خریستانو را همش جهنمی بگوی حال هم که نون آب هوایی را میخوره مراجعت ما به همه قواهای قدرتی روسیه که همه کار همه را تحلیل کرده فعالیت تحلیل کرده برای قوای که نمیسپوره شما را همه تمام دنیا را جهنمی خوان حساب دموکراسی این مسلمانی با کار خودش تو هیچ کس تفکر کرده نمیتونه که کی کجا میره کی چه کرده نمیتونه الله آواز ناومد آیا یا انسان میتونه دیگه آیا انسان میتونه همچون مسلمان همه کریستیان‌ها را جهنمی بگن همه کفار جوش جهنم است خریستیان یهودی هر دینی که باشد مشرک باشد جوش جهنم است برای چی که الله سبحانه و تعالی به هر قوم پیامبر فرستاد و پیامبرها پس از یک دیگر آمدند اما وقتی که کتاب هایی که نازل کرده شده بودند اونها چی شد
از همون الله چگونه نازل کرده بود مردم گرفتن تغییر دادن، تغییرات پیدا کرد این کتاب ها. بعد این پسان الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم را فرستاد و هر نفری که به الله و محمد صلی الله علیه و سلم به قرآن ایمان ندارد و کافر است. کافر انسانی که باور ندارد. میفهمید؟ من به دین نصرانی کافر هستم، بدون دین یهودی کافر هستم، من پیروی او دین ها نیستم. میفهمید؟ از برای من پیروی اسلام هستم و مسلمان هستم. هر نفری که مسلمان نیست اون کافر است و در نزد یهودی من کافر هستم، در نزد نصرانی من کافر هستم. برای چی؟ برای که به دینش ایمان ندارم. میفهمید؟ از برای همین میشه و البته از برای همین دینی که هست الله میگوید که در نزد الله یگانه دین این دین اسلام است. میگه کدام نفری که پیروی اون وقتایی که در وقت موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نفرهایی که دین نصرانی یا یهودی رو پیروی کردن، البته که اونها چی؟ البته روز قیامت بعد از پرسجو یا جهنم یا جنت وارد میشد، یا که حتی که بعد از جهنم اونها به جنت وارد میشوند اگر که به الله که عیسی علیه السلام و کتابی که عیسی علیه السلام یا که موسی علیه السلام آورد به او ایمان داشته باشند. لیکن بعد از پیامبر آمدن باید که هر یک انسان پیروی قرآن باشد، پیروی محمد صلی الله علیه وسلم باشد. اگر که پیروی نکند ما گوید که ما در دین بابایی ما میمانیم، و کافر است و حق را قبول نکرد، پیامبر را قبول نکرد. از برای همین یک چیزهایی هست که برادر من میگویم که این اشتباه هست. باید که ما از کفار طلب نکنیم که یک برادر نسبت ما معامله بد کرد، بگذار که شما را دروغچی گفت، بگذار هر حقارتی کرد، لیکن ما اگر که خودتان را مسلمان گویید با دستتان یک برادرتان را نبرید به دست کفار نسپارید. از برای همین اون همه را کفار گفت، پوتین را کفار گفت، اما پوتین کافر است، بایدن کافر است، همون شارلز که هست و کافر است. کل مردم ما شک نداریم، ما تمام برادر نه تمام، لیکن تمام یک چیزی برادرو اکا محمد اکا عبدالله دهم جوش دین گپ زدی، آخرش دینیو گپ زدی و بازم دین آورده و مخته کردی برادر عزیز. برادر باش صبور باش، گفتی کویا چی میگه چی موزیک اکا گرفتیم اکا جای شما که نتونستی فهمونده باش برادر عزیز. تو به همون کارو بار خدا شو شوت نمیبینی دونو میبینی اکا جایش از اکا کار امره ما چخل مطرح هم امان نمیفهمی. فهمیدی اکا؟ همون کسایی که پدر ملتا گوش که اکا در روسیه زندگی میکنن با هم مقامات روس همکاری میکنن، بچه‌های ما را در بر شد میره راست میسته کینو میکنه، بعدا زندان میکنه. منم راه شبم در بر اکای محمد به همون قوای قدرتی تو روسیه به همون دستی خچون نابود میکنم. او برادر من نیست، مالشو با زبانی ما گفت زده که لباسش رنگی من میگه الحمدلله مسلمان میرم مسجد میخونه دادش تسبیح داره. من عملی رو حدیثم چون که ایسا برادر عزیز اکای محمد 100% در اینجا برادر عزیز گفت حقای اکای عبدالله در آخر آوریش برادر عزیز دنیای همین وقتی ایدین گم میزنی دوست میدارم گوش کن همین دنیای گم میزنی ما هم دنیای ما گم میزنیم اکا زه به دادرم نه بگذار با فکری تو همون رمضان باید دیگریش با چی بود؟ فرق نداره که فرق نداره، من نمیشه نداره فرق نیست. بفهمید یک دقیقه برادر عزیز، همیشه یک کس زنگ تلفنی با برادر عبدالله سوال داشته. برادر بفرما. برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عبدالله حدیث میگن که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلام گفته که شما زن که مسیحی است خواه یهودی هستن زن بگیره از اون کسانیش که اهل کتاب باشند. هر کسی که کتاب موسی همین کتاب چه فهمون برادر
مقصد فهمیدستون این درست است یا صحیح نیست؟ برادر بیشتر می‌دونید. من خوب نشنیدم سوال شد. میگه که اهل کتاب انسانی اهل که کتاب میگه مقصد زن یهودی میگیره یا نصرانی میگیره اهل کتاب. مقصد درباره اوت چی گفتنی؟ درسته یا که نادرسته؟ آیا چیزی هم که کافر هستن؟ الله اجازه داده است خوراک و زنهای اهل کتاب رو اگر که همون چیز مطابقی که خیلی که اهل کتاب پیش ضبط میکردن مولها را نه برای عیسی نه برای یگون چیز محض از برای الله در اون وقت یا که یهودی ها چیزی که ضبط میکنند طبقی که عیسی علیه السلام طبقی همون کتاب عیسی علیه السلام طبقی که موسی علیه السلام همون گونه باشد گوشتاشان حلال است. این چیز چی است؟ لیکن امروز بعضی علم ها اجازت میدن بعضی علم ها اجازت نمیدن. در مسئله های زنهاشون یکمش که فاحشه نباشد باکره باشد و شرط و شروطی که در کتاب نصرانی آمده است یا یهودی زنهایی که ما نصرانی ها را میبینیم منشکه ها را میبینیم منشکه اما جاش پوشیدگی باید همین گونه زن باشد یا که زن اهل کتاب باشد اگر که برای نباشد مثالی که من کلا که نمیگم که زن بگیرید باید که طبق همون قانون‌هایی که در کتابشان است باید که رعایت کرده شود و زن اگر که اهل کتاب باشد بعضی علما میگن که 6 ماه با یگان مرد علاقه نکرده باشد پیش از گرفتن. از برای همین شما این گونه سوال‌ها را برادر میتونید در کانال‌های دیگر برادر رو مثالی که سهراب یهودی یا مثالی که یا دیگر برادرایی که هستند که کانال‌ها دارند این مسئله ها رو در همون جا سوال کنید جواب میتونید برادر. تشکر. باقی در امان خدا باشیم. برادر عزیز وقت ما کوتاه 4 ساعت چید برنامه را من راستی 2 ساعت برنامه کردنی بودم انشالله که ولی ما همیشه ولی پگا هم برنامه داریم میتونه که پگا بیایی با انشالله که صحبت میکنیم. پروستا باید من برم خونم برم و بچه من بولی 1 ساعت دیگه خونه میرم. برادر عبدالله که نمروشن ندارم نکی از جمشید میپرتامد. خب برادر تمام تشکر. بارکالله فیک برادر. خب شیرم جدا 2 نفر دیگه قبول شما میکنیم و به خداحافظی میکنیم انشاءالله. راستش تشکر. نه اگه خدمت نیست یا من وسایل دینی باشم و که عبدالله جوابش میگم من باشم همین جایی که سخن دینی میره و که عبدالله خفه نشم برادر از من او را اطاعت میکنم ای عقل خدام گوش میکنم میره یکم میره در آخرش یکم میگیره دینی قطعه مختش میکنیم جزیرش میکنه که بچه دینی در دین اکا بهترین اکا جزیرش میکنی همه جمعیت نمود انسان دارد دوین دنیا گفتگیان همون دنیای شما اکا دینی شما این همون جاش اکا بر راست کی گفت من میگم که شما اکا در دین افتخاری مهم اکا ببین در دین در دنیایش اکا اما اکا محمد توغری گفته سای خب بگذار همون رمضان و اینوای دیگری ها شاید برن مثالی که فیزبی محکم کند نه تو همین مثالی که نه اوکی یک چیزی که باشد یقه باشه که در روسیه من همینجا آشکار بلند میگم که او دیاسپرایی که هسته سگ بچه هاشون هسته قطعی مقامات هایستون چکار میکنن کی را ایلیش سلفی افوریم میکنن در برش میرن نماز میخونه هر کی جایی که ما را پیدا کردیم به دست اینا مقامات روس بگیرین نابودش کنین اینا که عبدالله گلوس تمام دینی گلوسی مرا دنیاوی کی بیسود همی ولد گلوس میگیره مرا اون نابود کیسای ما را چکارش کنیم قد شکا جواب ته یا من کار خیلی ندیدم نمیدونم خودت ندیده نمیدونی در این حالت لوب مکانیزم اکم یوم چاپاش میکنم برادر. نه یک چیز است که نگاه کن که
از همون نفرهایی که وقتی که در روسیه زندان شدن از یکی تاجیکا اومدن با ما زندگی کردن و عاقبتش همون نفر به FSB روسیه کار میکرده است، به FSB مسکو فهمو بعد زندان شدن فهمیدیم. لیکن اکنون کلی تاجیک هایی که در روسیه یگان فعالیت میبرند من گمانی بد نسبت هر یک اونها نمیتونم. اکا همین دین تام همین اکا اجازت نمیتا کی کلا من نگفتم اکا او هم نگفتای اکا منافق اکا بلو منافق برادر عزیز منافق همون شخصی هسته که حوزی مطرح در همین فیسبوک همین ویدیو بابای بختر تماشا کردی همین روز برامد دیدم ببین دیدی مصافه چی بکردم اول آوردن رسوندن مثلا این همی دیبک دلیل حجت اکا روانت میکنم در کار شما برای مطمئن بارشم 300 تا دوبینکه 400 نروشی خرید یک از شاخهای کمیته امنیت ای تاجیکستان ای فورا پیشواز گرفتش این همی خیلی انسانا را شما در سبحان الله الحمدلله میگیم باید فایده مدام برسه که طبق دینی یا ضرری ما پیشنهاد میکنم ضرری باید به مثل همین بگم برسه اکا دلیل حجت دارم نه که اون رنگ برادر عزیز الحمدلله بسم الله میگم من میگم که من ندارم من از برای همین فقط همون فکری خود ما بیان کردم خود برای همون انسان که باید که این گونه نشود که مسلمان با دست خودش یک برادر مسلمان شب برد و دیگر کفار سپارد از برای همین من گفتم که این چیز نادرست است اگر که دلیل برادر یه دقیقه من خواهش می‌کنم به خدا وقتم تنگه باید من برم و قریب خیلی پناه بخت دو اگر ما برفتیم برادر عزیز مایلش وای امی دو نفر قبول شو کنم با ان شاء الله مایل خدا نگهبان جمشید امجا دو نفر قبول شو میکنم با خداحافظی میکنیم خوش سنت الله بفرمو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران میبخشین همین مقصد همین چخچکتون همین رازبروتون در مقصد نمیشه همین تلفن های نومره شخصیتون بکننده مقصد گرین یا برکه بانو خدا خسن برادر عزیز یا کس میفهمه کم بدیشه فهمیدی؟ اینجا اگه پیدا که برای این خوبه که یک آدم این نمیفهمیدگی میفهمه ما این همه برای شما ما پروست اوجا خونه در گاو زدن نمیشه بارون بیرون برمان به خاطری که این نگاه که از همین بلوگرهای ما ایش قطیش کاری میکنه میبروین در اینجا گاو میزنه انا ایش قطیش کاری کرد دیگه ای پراسموت رو همی چی همی خلق همی اموالی رحمان سپیسال مشتورا ایروی خدا همی و دمو را گردان دیگه خداوند هم دید که مقصد این مردم خودمون بینیوید مقصد ای حق و خودشون ای اسلام ای ناموسشون دفاع نمیکنن در پیش همی خداوند همی ملت همی مقصد همی گونه مسلمانی اوجه قدری ندارم خیلی کردیم که با هم خاطر ما همیجا ده دهن سخانی که در دیلم دارم چند جا دمت میدرم نمیشه بعضی وقت میپرتویم اینا نگاه که افغانستان 10 ساله یا نه 10 ساله کمرانی داره سمالیات مقصد یا گلا ماشین پوشین یه بچه نتایی مای داگ تری تانکاچا سوز که اگه اوهانی کامیرا دارم بزنه شکاف میکنه و جای بانگون مقصد اونها راکت ها داره چقدر پیشروی ولی نه بیچاره 10 ساله شده ای اگر 30 ساله شده میدونی چقدر پیشروی میکنم اوجا گشتیم انا ایش مسلمانی انا ایش تری دینی گاب زنه اوش مسلمانی گاب زنه انا ایش برای ایش ما گشتیم مولا همو گفتی گپا همی گپای بی و دا و بی نو در کار ما همی گپا را ما این گفته سام در تمام جو همی را راست پرستنت که تیک توک های لوبو جو دا پروست همه گفتانیم که نمی گپای کودکی تو نباست کنی بلوگرش برو ما قطیش او شوشه کدک کده
دیگه میبینی پول جوانو همین جوان که اگر ایرای دین اسلام هم در پیش همین خداوند آدم جوان بهترین مقصد چی را دارده مقصد دعاشم تیز قبول میشم لوبوی کار در خونش گرمه هم پریود بگن اوجه روی اسلام دا باشه که پریود میره و فهمیدی با همون خاطر تو سینی 18 سالگی را جوانو را من کردم بعدی که 18 ساله شد دیسکتیک ای سوسو کارای بیزه بعدی ای بانگ ازد ایجا رفت نوس ازد ایجا رفت چینچ کار شکت دیگه اوجه و اسلام вообще نمیره اوجه و قوت کاری میشه باید و اویلای ای خدوزده майрами гулсухтара бояд вай бихӯрона бикшона да ба ҳамн хотир баъди ҷамъия бо иҷарат инам хеле мақсад касалӣ мешавад бемор мешавад вале то сини 30-35 рафтиян зан надоранд да ҳамиҷа да фикри и гапҳо ҳама кӯдакият бояд халқи ҳамин ҷавоноран ҳамун видеое ки ҳаста дар мақсад чи афғоно ҳастанд ҳамун ягон ҷои шармш нест кӯтоҳ бикунен дар ҳамун тиктокҳои дар любой ҷо распространят кунен ки ҳамин афғон воли 9-10 сола шуда иқа пешравӣ дора иқадар мақсад камбудиёшона ошкор мебуранд дар зидди толибон мегӯянд ин ҳамун занакошай мақсад ваёшай ба хотире ки ваё мардум дидагиян озодира ай мақсад наметарсанд ина толибон ҳам амал мекунанд оз ина заношонам дар кор гирифтесиянд мехезанд толибонро бад мекунанд мехезанд ба ранги толибонаша ба худо номи ними афғонистон толибон агар ҳамин тоҷикистон шава ку шумо ду дӯстотона вардорен дига вообще дӯстотона наф قدر پیشروی به خدا قسم ماشین بروار یک قدر برادر عزیز اگر ما سرجم نشیم مردمی تاجیک نگویم که نمیدونم نهضت نگویم 24 نگویم پیمان نگویم 500 پلوس نگویم نمیدونم 1000 حزب حرکت نگویم بیایم یک جوشیم بسر یک مقصد ما میتونیم اومده من دعوت میکنم همه مبارزا که بیایه یک جویه شویم کار بکنیم که یک کار باشه با منفعت دولت ملت باشه من این چیزا انشاءالله که نیت دارم که سرجمی همه مخالفا شوم من سبب شوم که همه مخالفا یک جا شوند من سبب شوم که رحمانوف ایبین بروا انشاءالله که من چه قوت توانایی دارم این کار میکنم ما میدونیم که افغانستان امروز داره ماشین میبره تاجیکستان یا دندون کوک نمیبره ما چونی که توراتکنی داشتیم میریم یا اخیتا میوریم یا ایران که علومنی زبان داریم که در دنیا 10 گونه در همین دنیا 10 زواد هم خیلی علومنی یا تا تاجیکستان چی با یک گوشاکش کار میکنه فقط برای اویلا این قاشیای خام میبرن در خارج میفروشن چی با ما همونجا دوری سیوس نمیدونم میلیون ها آدم یا که 10 ها هزار ها آدم کار میکردن امروز کار نمیکنن و همون خاطر اگر ما تا رحمانوف یک طرفه نکنیم بدی زندگی انتظار باید مردمی تاجیک نباشه به رحمانوف تاجیکستان با پیشه به رحمانوف تاجیکستان با پیشه خلاص برادر عزیز تشکر زیاد فکر نظرت درست انشاءالله که همون خواهی میکنیم یک دو نفر دیگه انشاءالله قبول میکنم برادر عزیز من در یک استودیو من نمیتونم که در خانه خودم نیستم برادر عزیز من در خانه خودم نیستم من یک جای اجاره گرفتگیم با ایجا بود تا خانه من قریب 1 ساعت راه مسافه من شما بفهمی یا برادر عزیز یا مینوت دیگه سلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام و رحمت الله وعلیکم خدا نگهبانت مال گام نیست درمونش خوش اینجا 2 نفر امنا قبول میکنیم برادر عبدالله بعد خداحافظ میکنیم 4 ساعت و 13 مینوت شده اینجا 2 نفر عثمان بفرما باید دیگه با جانای انشالله که خلاص
عثمان بفرما. سلام علیکم. آمکاسا سلام علیکم. و علیکم السلام. عبدالله اکرماس میگم همه مردم میبرن میگن که همه شما چی با میبروین چی با میبروین خیلی همون درد که نداری نبرو آخی جب من که هم وقت نگی مردم درددار ببروید آخی صدقه هم بشم آخی همه در دنیا چی ورق کاغذ هست جمعش کنم همون ظلمای رحمان نمیشه جا نمیگیره بله برای همون بیا بسش کنیم اکو عید عزیز محبوب پیامبر بود که گذاشتن برفتن نما امروز مونده ایران میمره میره چیکار کنیم دیگه مبارزه نبریم یا که اوراش کنیم نه همین مردم هم میگم که عقل همین سازی نیسته که اکه دایا جو بزنی که اکه بسازه آش کنی بتیشو داگی جو میزنیم آش کنی همونجا میبروی آخی نه یا همش آخی سازی بدست شدگنده برای هم آخی تشکر زیاد برادر عزیز یک آدم دیگه قبولش میکنیم خداحافظی میکنیم باور که استودیارم پراینه که می یک آدم دیگه آخرون بابا جان بفرمو سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و علیکم بفرمو برادر عزیز که وقت کوتاه سوزی خوبی اکای الماس کورت خوبه تشکر الحمدلله خوبه امی ختون ایا سوال دارم مرحمت امی بارومدوی که ختون میکنین بعد پفتور تماشا میکنین ختون یا نه نه یا بار تماشا کنین چوا امی شما در کدام مقصدی خیلی گپو گپ میزنین تکونی کیساتون یا تنگا زیوتی ندارین گپ میزنین هم یا گریبونی کرتر از سوس که اول با برو بارومد که بچه هم کام تا رودم خود چه گفتیم گپو اول تا اینا نگاه میکنم بعد میبروی بارومد میکنم شما در تاجیکستان یا حکومت همیخلی استودیوی من نداره یا حکومتی کلونه که بودجه دولت دادشه همه ارتشی دولت دادشه چنین همی استودیوی من نداره ترجمه داری که دارم کسون رحمانوف نداشت گوش کن من خودم خریدم باش سه تا مسلمانای شهیدا مسلمانای که من اینا خریدم کرتره قطعی کاستوم یعنی شیم کاستوم خریدم این دو کرتره پدرکم کردگیم رحمانوف ترجمه داری که هم خودش خیلی ندارم اومده اینجا توی نقل کرده یکمش که اینجا استودیو نیست برادر تو جا گفتی هم گپات پیش دا کارتینکر موندگی ویمه را زده است یک دیمش که شر نیست که همون حکومت هم برو را نشان بده چیزایی داشتگی شه همه آدمی که پر گپ میزنه که او آدم بلهجه همین حیوانی خودمون میگیم بالا بالای این همی شما خودتون چیکار کردیستین خودتون فهمیدیستین هم با فکر شما خودتون هم گپ میزنین من وقت ندارم من کوتاه این همی ها یا نه آخه شما وقت ندارین شما مدامای خودتون در وقت دارین اخی گوش کن من 4 ساعت اینجا اومده که شتگیم تو نه اومده اینجا من تو گوش کن تو من ها یا نه جواب ده تمام که من وقت ندارم تو بگو که در دولت دموکراتی من حق دارم که نامزدی خدمت در پرزیدنتی بمونم یا که نه بفرمو حق داری و ما که وقتا گفتیم گپا پر نمیفهم نه که باید چند سال کارگری دولت باشی یا که ای چند سالگی هم تری هم ای 3 سالگی من 36 سالم 6 سال عمرم گذشته ای 36 سالگی شی تمام برای همین نامزد پرزیدنت تمام همین برای نامزد پرزیدنتی موندن باید همون شخصیت چطوری باشه با فکریت رحمانوف چه خیلی شخصیت بود اومد شید رحمانوف چه خیلی شخصیت هست رحمانوف چه خیلی بود رحمانوف برای صورتو شبین تای موزه لطگی های تای تاقی ازبکی های تای نمیدونم یک تای تاجیکی های که قرغیزی های قزاقی های تنش میوه شیم کسوم حقیقتش نبود اومد امروز 30 سال دولت اداره کرد تونسته شده ما امروز بچه‌ای که 2 تا دیپلم داریم نمیتونیم دولت اداره کرده آخه 2 دیپلمی که داری و سواد نداری چی در کارای همین گوش که همین پرزیدنت ازبکستان گوش کدگی باشی میگه که دیپلم شما ما در کار نیست میگه کلا داشته باشیم بس این همین تو دیپلم داری از 7 رفته بگم نمیدونی گیجوبر اومد میکنی نمی شما
بس من لبای سوال تر جواب میتیم تو مردکی آقا تو من بگو که من یک انسانی هستم که برآمدم برای دولتم برای ملتم میخوام که یک کار بکنم تماشا که چی کار میخوام بکنم من میخوام که تا سن 18 ساله 500 سومانی بتیم میخوام سویت تاجیکستان بتیم سیم 50% مهاجرت کم بکنم شی تمام یعنی تو سه چیزا من بسری میخوام بکنم تو انا که همو من وطن گوش کالی من وطن دوستم یا که خواهین انا انسانی که ای برادر گوش که ده سوالی من جواب بده که من خواهینم یا که نه خواهین کیه یا که پیشوا کیه تو من درباره پیشوا و درباره من گپ زن که پیشوا امروز میگه نمیدونم 500 مسلمان دنیاش میگه نمیدونم چند کراته چمپیون کراتش میگیره من ابو که زمین همه فروشه او پیشوای ملت او وطن دوست او نمیدونم قهرمانه یا آدمی که میبره پیشنهاد میکنه برای بهبود زندگی مردم شما امروز میبره میگه که من ترا 7 کره 7 بگم چون همین 7 کره 7 رحمان فنا میبره بگو بیا بفرمو درباره وطن دوستی و خاینی بیا گپ زن من خاینم یا که رحمان خاینه بیا بفرمو اکاز یک گپ بگم الو بگو خیلی از یک گپ بگم همی تو گفتی اون گپا همو کونه تو ده همو کرسلا بعد آخه میگوی اکا عبدالله که اینا را میمونی چاپلوسا را گپ زنن اینا همه عقل دارن خی همه خی مردم باقی خدا نگهبان تو من مون میشه دیگه پروسه من میگم که همین تو هم وقتی که اخبار برادر نکنه اکا میشه عبدالله دیگه من میخوام که یک کار بکنم برای همین ملت اینا میبرن میگن که تو خواهینی ای بچه من چی را فروختم من اگر بگذار نه یا که برای یکی از اومده سوال کردن این برای من بود برای همین سوالی که آقی پدر و آقی مادر این چیست برای من بود که مادری من گفت که اگر تام کارا رو بس نکنی من دیگه خیلی گپ نمیزنم من گفتم مادر من تو فکر نکنی که من گفتم که برای مادری مرا قربانی کنی من دایجا مثال کتایی کنم بگردم ده مثال من گفتم که چه کار میکنه حکومت من ای راه نمیگردم بعد صورتی که اگر شما را یگان ظلم میکنن بعد من دوش دی کارا میگیرم من گفتی برادر استانه که من به خدا قسم خوردگیم که اگر این همین قاک ظلم میکنه بوله خونگی ما چه خیلی میکنه دختر در امجا هزاران خش تبارات در همین اروپا در اروپا در انگلیا در این هم طرفان من هم میتونم که یگان کار بکنم چه کار شما میکنی من هم کار میکنم او بعد زیاد نه برای که با خودت خوبتر میدونی برادر عبدالله در اسلام قصاص گرفتن زیاد نیست چه کار باید بکنن تا هم باید هم کار کنی زیاد نه همین خیلی نیست با هم خاطر اگر شما چی کار میکنی من همون کار میکنم زیاد نه زیاد انتظار هم نباشه یا که کم با همون خاطر ظلم تو نباس کنه دستاتون ای نمیدونم ظلم ببرداره ظلم نکنه دیگه اگر همین دولت ظلم نکنه همین دولت سوید بتیه همین دولت جای کار باشه همین دولت آزادی سخن باشه اگر همه چیز باشه من احمق میبرم اینجا 4 ساعت با مردم نمیگم میگریزن بدونم بهتش گپی پاس میگم بهتش گپی بلند همین دامن در کاره در این سخنا در این دنیا هم انسان جواب میده در فردا هم در روز قیامت و همین خاطر باید ما کار نکنیم مردم تاجیکی برای یه رحمان افشیده بسیار ما اینمو بابای ما دشمن باشیم والله قسمه همه تا دوست میدارم چاپلوسا شما رو هم دوست میدارم با خدا در کامنت ها اقوره دشنا میخواد که ننویسه با خدا من خصومت شخصی با یگان تد ندارم والله قسمه ندارم همه تونه رنگی برادرم رنگی نمیدونم اپم رنگی خواهرم رنگی دادرم هم دوست میدارم یگان محل من به شما نمیرسم با اوچتون با باباتون نمیدونم با زنتون یا خلاص در کامنت ها یک نمود اکای عبدالله می نویسن با خدا قسم کو من خونده نمیتونم ببره خونده با خدا کو تا این درجه این مغز این مردم ششتگی ای رحمانوف خیلی ایده کم ترک
ولی من طرز سخنرانیم دیگه من میدونم که ولی من هزاران اشیبکا در روی برآمد گفت که تو میتونی که بعد وایت برو خطا تماشا کنی. من خدمت تماشا نمیکنم، نه که یک انسان دیگه هم گفت که همین برآمده خطا خودت یه بار من تماشا کن مینوسا تا خودت نفهمی. من در پیش کامera در حیاتم گپ زدی نبودم. من همین نو 3-4 روزید برآمدم در همین استودیو میبرم گپ میزنم. من به یا 20 برنامه کنم تماشا کنم، من دیگه نمیمونم که انسان در اینجا بروه نخواهی بلبلکش بخونه. من میگم که خوب برویند گپ زند اینسولی گپ وقتی که میبروید اون منظور شاید وقتی بیان میکنه چی میخواهد گفتن اونجا میدونه که طرفدار اینسولی گپ رژیم است. نه در همون حالت من کنگو که برادر میتونه که فکرت ابراز کنی نسبت من نسبت اهل خاندان من بی تحقیر، اما تحقیر بی تحقیر میتونه که سخنت دوام تی. برای چی؟ برای که بین او شخصی که برآمد میکند و بین تو یگان مشکلاتی نیست، میفهمی؟ لیکن تو در نسبت نادرست بودن سیاستی رحمانوف یا که دیگر مشکلات جامعه که در تاجیکستان است تو میتونی آزادانه چی کنی؟ همین گپ زنی. از برای همین این برنامه همین است. مثلا که بعد اگر که کمتر صبر نکنی تحمل پذیر نشوی باید که مجبور که در برنامه با هر یک نفر جنگ کنی، حقارت کنی، دفنام کنی، پس بلند بیوی. مثلا از برای همین بهتر است که تحمل پذیری کمتر سکوت کردن انشاءالله یک چیزی خوبی می آورد. از برای همین فکر نظر اون نفر است. برای بالای قدرت اومدن باید مثلا گپ پول داشته باشی، مال داشته باشی، سیاست داشته باشی، و فکر نظر اون نفر است. لیکن ما میگوییم که کلا که قدرت قوت از اون در دست مردم است و از اون مردم است. مردم اگر کمک کنند و الله نصرت دهد هر نفر غلبه میکنه. همین. تشکر زیاد. سلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهبانت برادر. ما هم انشاءالله خداحافظی میکنیم. السلام علیکم. خدا نگهبان. مردم بینندگانی عزیزم تشکر زیاد یک بار دیگه. کسانی که کامنت کرده، کسانی که در برنامه اشتراک کرده، کسانی که نتونستم قبول کرده عذر. اگر یگان گپی پست بلند گفته باشم بخشش زیاد میپرسم، برای که ما اولی بگیم که نوشافیریم در این راه. انشاءالله که ما خطاگیامنا اصلاح میکنیم. من دوست میدارم همون انسانیه که میبروید کمبودی من در روم میگه ای پشت نه چرز یک کس دیگه نمیگه که همون انسان همی کمبودیه داره. من اگر کمبودی دارم برادر عزیز بیام من اصلاح میشم. اگر یگان گپی نادرست گفته باشم بخشش میپرسم در حق یگان کس. اگر یگان گپی صح گفته باشم، گپی قبیح گفته باشم، من بخشش میپرسم. و همین خاطر با ما بمانید برادرای عزیز. کسانی که آبونه شدگی نیست آبونه شوه، پدیلیت کنه، بمونه لایکاتونه. انشاءالله که برنامه جدید میره و سپس باقی خدا نگهبان. سلام علیکم.